به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم. به یکی از برنامه‌های جالب دیگرمان خوش آمدید. از آن در تصویر امام علی رحمان را می‌بینیم، رئیس جمهور تاجیکستان که برای تسلیت شهادت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران آمده است. رؤسای کشورهای اسلامی دیگر مانند افغانستان و پاکستان آمده بودند و اونا دست به دعا بلند کردند برای ابراهیم رئیسی. اما رئیس جمهور تاجیکستان که رهبری یک کشور مسلمان را بر عهده دارد و به خود نیز مسلمان میگوید، چرا برای جنازه ابراهیم رئیسی تعظیم میکند به جایی که دعا بکند؟ چون ما در اسلام دعا داریم برای جنازه، برای مرده. تعظیم برای مرده خود کار عیسوی ها و کار کافران است. پس امام علی رحمان که رئیس جمهور تاجیکستان است و به خود یک مسلمان میگوید، چرا تعظیم میکند؟ چرا دعا نمیکند؟ این حرکت امام علی رحمان در این اواخر در سوشیال میدیا غوغا برپا کرده است. شما در مورد این حرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چه گفتنی دارید؟ حتما در قسمت کامنت نظریاتتان را بنویسید. حالا سوال اینجا مطرح میشه که آیا از لحاظ دین و مذهب آقای ابراهیم رئیسی به شهادت رسیده است یا خیر؟ از آن شهادت چند درجه دارد و ای که دین اسلام در مورد شهادت چی میگوید؟ بیاین که از یک عالم بزرگ دین اسلام دکتر صاحب ذاکر نایک بشنویم. همینطور یک سوال را دقیقاً چند روز پیش از دکتر صاحب ذاکر نایک پرسیدند که شهادت چند درجه دارد. و از آن اگر به مرگ ابراهیم رئیسی ببینیم که او یک مسلمان بود، یک رئیس جمهور یک کشور مسلمان بود، با او در هنگام وظیفه خود جان خود را از دست میده. یک هلیکوپترش سقوط میکند، خود طبعا به خاطر نفع ملت خود رفته بود، به خاطر آبادی کشور خود رفته بود. و گفته میشه دوستان عزیز، کسی که در راه اجرای یک وظیفه مقدس جان خود را از دست بده، به خصوص در راه وطن، طبعا به او شهید گفته می شود. و در ضمن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور یک کشور مسلمان بود و او تلاش و کوشش میکرد برای آبادی کشور اسلامی. خب اگر دقیق فکر بکنیم، شخصی که رئیس جمهوری که برای ترقی و آبادی یک کشور اسلامی تلاش بکند، کوشش بکند و در همون راه جان خود را از دست بده، به او شهید گفته میشه. ولی اسلام در این رابطه چی گفتنی دارد؟ بیاین که از زبان دکتر صاحب ذاکر نایک بشنویم. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه در مورد درجات شهادت یک حدیث در ترمذی شریف است که پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله و آله و سلم میفرماید که شهادت 5 درجه دارد، یعنی 5 قسم شهادت وجود دارد. Abdullah Prophet Muhammad said, it's mentioned hadith of Tirmidhi, volume number 2, hadith number 1063, that the Prophet said, there are 5 types of martyrs in Islam. The one who is killed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, a person who dies in the plague, a person who dies of stomach illness, a person who dies while drowning, and a person who dies in a crash or a collapse, maybe a house has collapsed. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که هدف از این حدیث ای است که شهادت 5 درجه دارد و یکی از درجات شهادتی است که در راه الله متعال جان خود را از دست میدهند. و در درجه دوم او اشخاص هستند که در یک مرضی وبا جان خود را از دست داده باشند، مانند چند سال قبل که کرونا به وجود آمد و اونا هم شهید شدند. درجه سوم به اشخاص گفته میشه که یک تکلیف مشخص داشته باشد، مثلا تکلیف معده داشته باشد و جان خود را از دست بدهند. درجه چهارم شهادت به کسایی گفته میشه که در آب غرق شوند یا هم در آتش بسوزند. و درجه پنجم شهادت به اشخاص گفته میشه که در یک حادثه جان خود را از دست داده باشد، یا مثلا طیاره از سقوط کرده باشد، یا خانه بالا از چپه شده باشد، یا موتر به شدت تکر کرده باشد. نظر به این حدیث پیامبر بزرگوار ما و گفته های دکتر صاحب ذاکر نایک گفته می توانیم که ابراهیم رئیسی یک شخص مسلمان بود و برای خدمت وطن خود جان خود را از دست داده است، یعنی چرخبال از او سقوط کرده است، بنابراین به او شهید گفته می توانیم. عزیزان، شما در مورد این گفته های دکتر صاحب ذاکر نایک چی نظر دارید؟ حتما نظریات سالمتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید و اگر دوست داشتید ویدیو ما را لایک کرده و کانال ما را هم سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خداوند متعال یار و مددگار همه ما.